السلام علیکم بابای حاجی، آیا در توی آیت خواندن جایز است یا نه؟ البته جایز است. امروز همین عقیده ویران در ما و شما پیدا شده است که فقط قرآن در مرده استفاده میکنیم، در زنده نی. روزهای توی چرا ما و شما آیت قرآن نمیخونیم؟ در معرکه ها میریم، خوراک میخوریم، دعا میکنیم و آیت نمیخونیم. چرا نمیخونیم؟ من استمع الى آیت من کتاب الله فله حسنه گفته است پیغمبر. کسی که اگر آیت قرآن گوش میکند، کسی آیت قرآن میخواند، از برای اون نیکی میرسد. باید که البته در همون خاندان عروس است، شه است، باید که آیت خوانده شود و اونها را باید که ما و شما دعا بتیم. برای مرده لازم بوده است و برای زنده لازم نبوده است. جایز است. السلام علیکم داملای مهربان، اکثر مردم میگویند که با پای راست به خانه و مسجد درآ، با پای چپ برآ، یا اینه که در حاجت خانه و بازار برعکس این. باز میگویند که انگشت دست را نشکن یا که انگشت را در انگشت نانداز. اینها چه اساس دارند؟ در قرآن در باب اینها گفتگی هست؟ با احترام مخلصی شما. البته قرآن نه، لیکن حدیث های پیغمبر خدا در این باب هست که شما وقتی که مسجد می درآیین با پای راست درآیین، وقتی حاجت خانه می درآیین با پای چپ درآیین، وقتی بازار می درآیین با پای چپ درآیین و در بازار بسیار نایستیم بلکه تیزتر از بازار بیرون شوین و انگشت های دست البته صداش را مثال ما و شما زیر میکنیم میبرانیم، این صدای انگشت هاتون نبرانین، انگشت بالای انگشت بار نکنین. اینها همش در حدیث های پیغمبر هست. البته رفتار کنین، این هم یکی از سنت های پیغمبر خداست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب دهید. ما یک روز در همین مسجد شما نماز عصر را میخواندیم. یک شخص ما را گفت که تو این اشاره سبابه را مکن که این گناه است. آیا این گناه است؟ التماس با سوال ما جواب دهید. البته علامت سبابه گناه نیست. چرا گناه است؟ علامت سبابه این سنت پیغمبر است که وقتی شما در التحیات خواندن همان انگشت سبابه را میبردارین، این سنت پیغمبری خداست. شما ثواب میگیرین، گناهگار نمیشین. حدیث های خیلی زیاد، حتی ابو حنیفه در کتاب فقه الاسلام و ادلته 4 امام که مذهبش صحبت میکند، صاحب کتاب میگوید ابو حنیفه انگشت جمع نمیکرد بلکه همون حالت خودش ماندگی اشهد ان لا اله اشهد ان لا گفتند میبرداشتن همین انگشته و میپرتافتن الا الله میگفتند. خود ابو حنیفه میکردن. این در کتاب همون فقه الاسلام و ادلته موجود است. کردنش ثواب، کردنش سنت است. انجام دهین، این گناه نیست. السلام علیکم داملای عزیز، درود و رحمت با شما. من 2 سوال دارم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی فی الجنه. چی معنا دارد؟ این از آیت فجر هست. ما و شما در حالت دوره کردن مرده ها میخوانیم یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام گیرنده، ای نفسی که شما با قضای خدای خود راضی هستید، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، رو به نزد پروردگارت در حالتی که خدا از تو راضی است و تو از خدای خود خوشنود هستی. فادخلی فی عبادی وادخلی فی الجنه، داخل شو در گروه صالحان و داخل شو در جنت پروردگار. این معناش همین است. میگویند آدمانی که از پشت صورت روز قیامت عذاب میکشند، کسی صورت مرده را نگاه کند همان وقت مرده را عذاب میدهند. برای همین پیش از مردن صورت را بسوزانید. راست است. خدا باز هم به شما علم و دانش زیاد عطا کند. البته حق گفتن کسی گفتن صورت گرفتن در اسلام ما و شما اگر بی عذر باشد ما و شما را گناهگار میسازد. ما و شما نه صورت میگیریم نه صورت میکشیم. صورت هایی که لازم است، برای پاسپورت لازم است، برای یگان اراده سفر داری مرحمت صورت گیر.
لیکن بیهوده صورت نگیر، بیهوده صورتی تر نکشن که در اصل هرگاهی که به صورت تو نگاه میکنن تو را خداوند عذاب میدهد. امروز متاسفانه خانه همه مسلمان ها پر از صورت است، علل خصوص در همین قشلاق ها اینقدر صورت زیاد جمع شدگی است. بالای همون جیودانی که دارند گردابگیر همه پر از صورت است. در خانه مردم شهر باشد حمام خانه هاشون پر از دخترای فاحشه صورت ها در همون حمام خانه و واردای خانه و همون اکتیارهای بدبخت بیدین خدا زده که در دنیا هستن، همونا در خانه های ما و شما زدگی هستند که اونا به خون هزارها مسلمان تشنه هستند. شما بالای سرشون کردین. اونا خود کم کثافت بدن که باز در خانه خود جاشون کردین، یگان ملائکه رحمت خانه شما نمیدروید. نگذارین در خانهاتون صورت ها را. مرحمت صورت کعبه است، صورت یک منظره است، یک منظره را بیارین کشال کنین. السلام علیکم بابای حاجی، سوال مرا جواب دهید. من پدر و مادر را پرسیدم که در بازار کار کنم، گفتا که در خانه کار می باشد. من گپی پدر و مادر رو نگرفته ناپرسیده به قرغن رفتم، یک ماه پس برگشتم. این عیب من یا عیب پدر و مادر؟ جواب این سوال را دهید. البته برادر عزیز، رضاگی پدر و مادر در همه سفر برای شما ضرور است. حتی که دوره های پیغمبر خدا که چقدر جهاد ذلول بود، وقتی می آمدن جوان ها که پیغمبر خدا را می گفتن که ما با جهاد همراه تو می رویم، رسول اکرم چی می گفتن؟ می گفتن پدر و مادر داری؟ می گفتن بله. می گفت خدمت پدر و مادر را انجام دی، خود جهاد در راه خداست. یا از پدر و مادر پرسیدی؟ این سوال ها را پیغمبر ما و شما از همان جوان ها و از همان امت خود می کرد. از این خاطر هر جایی که شما می روید، اگر بخواهید که برکت در باید که پدر و مادر از شما راضی باشد. پدر و مادر از شما راضی باشد. رضاگی پدر و مادر این رضاگی خدای شماست. بسیار خوب می شود که شما پدر و مادر را در همه مسئله ها از آنها چیکار کنین؟ سوال کنین و راضیگی آنها را طلب کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دامدار شیرین سخن، درباره رباعیات های عالمگیر عمر خیام به ما جواب پره می داده. این رباعی چنین است: گر باده خوری تو با خیرتمندان خور، یا با صنمی لاله رخی خندان خور. بسیار مخور ویرد مکن فاش بساز، اندک خور و کم کم خور و پنهان خور. در این رباعی باده، می، شراب با کدام معنا شاعر گفته است؟ از نام مخلصی اشدی شما. اصطلاحاتی است مر ابدال را، که از آن نبود خبر غفال را. عارفان ما و شما میگد که همین ابدالای ما، ابدال گفته همون اولیاهایی که تخمین 70 نفر هستند، همونها در اصطلاحات خود، یعنی در استفاده کردن شعر خود، می، باده، جام، پیمانه، سبو استفاده میکنند. لیکن شما غفالا، شما غافل ها از معنای اون درک ندارین که اون چی میخواهند در شعر خود. خب حضرت مثنوی باشد، صاحب مثنوی حضرت جلال الدین رومی یک روایت میارد که ان لله شرابا اعده للاولیاء اذا شربوا سکروا و اذا سکروا طابوا. پیغمبر از نام پیغمبر ما و شما رو یاد میکنه که از برای خداوند شراب هست. وقتی که همین شراب را برای اولیاهای خود آماده کرده است، وقتی همین اولیاها که شراب خوردن مست میشوند، وقتی که مست شدن در حالت مستی رجوع به سوی خدا میکنند، همون شراب می نوشند. این شرابی که آدمها را مست میکند، پلید میکند، افلاس میکند، این شراب نیست.
حضرت حافظ میگوید المنت لله که دری میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. این شراب، این می که ما استفاده میکنیم، این بیچارگی است، میگد عاجزی ماست. اون می که مجازی است، اون می که در خمها می جوشد، از وی همه مستی و غرور است و تکبر. اون می هست که آدم تکبر می سازد، مغرور می سازد، پلید می سازد. این می ما اون می نیست. گفتن حضرت. عارفی دیگر چی می گوید؟ شراب عشق نبود زاب انگور، شراب عشق نبود زاب انگور، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. این شراب عشقی که ما بیان میکنیم این آب انگور نیست میگوید، و رهی نوشیدنش هم با راه این گلو نیست، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. از این پیمانه و جام و سبوها غرض پیمانه و جام و سبو نیست. ما وقتی که در شعرهای خود رومکه را استفاده میکنیم، جامهای بادنوشی را استفاده میکنیم، این مقصد از همین رومکه هایی که عرق می نوشند، این مقصد از این نیست میگوید. بدان معنی که عارف زلف گوید. وقتی در شعرها که زلف دیدین، نظر در پیچ تاب هیچ موی نیست. وقتی ما زلف استفاده میکنیم، این از همین زلف های کجه که بعضی از فاحشه ها کج میسازن و بیرون میبرن، میگد این از اون نیست. این زلف ما هم عشق در راه خداست. بیان عارفان را اصطلاحی است که جز عارف کسی را گفتگو نیست. این عارف ها اینو میدانند، خردمندها اینو میدانند. برای همین این شراب و این می که حافظ و بیدیل و سعدی و خیام و اینا استفاده کردن، این مقصد از همین باده هایی که می نوشن این نیست، بلکه اینا همه عشق الهی هستند.